بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان و دوستان و علاقمندان به کلاس قرآن و کتاب قرآن. به همه شما خوش آمد میگم. طبق معمول تشکر میکنم از خدای بزرگ که این فرصت رو و این لیاقت رو و این محبت رو و این لطف رو در حق ما داره که هفته یه بار پیش هم باشیم، به خونه شما بیایم و در کنار هم بر سفره قرآن بنشینیم. برای اون کسانی که اولین بار ما رو تماشا میکنند همیشه این مقدمه رو تکرار میکنم که من نه مفسر قرآنم، نه معلم قرآنم، نه همچه ادعایی داشتم، بلکه به عنوان مسلمان باورم اینه که اون چرا که میگیم هستیم، مسلمان هستیم، لااقل این کتابی که بهش معتقد هستیم این رو بخونیم، بدونیم، بفهمیم و به عنوان راهنمای زندگیمون انتخاب کنیم. بحث‌های مفصلی داشتیم که در گذشته بحث دین، بحث دینداری، عرض کنم که بحث آدم و آدمیت و در دو هفته گذشته ما بیشتر فوکوسمون، توجهمون روی زن در قرآن بود و من چند آیه از این سوره نساء رو که خداوند باز هم به احترام زن یک چپتری رو در این قرآن، یک فصلی رو که از سوره های بزرگ قرآن رو به نام زن آغاز کرده و دیدید که ما در اون 2 هفته گذشته فقط با تمرکز 2 یا 3 آیه از قرآن چه مطالبی رو در اینجا برای شما شکافتیم و چه انشاءالله سوء تفاهم هایی رو از میان برداشتیم، سوء تفاهم های تفاوت های میان زن و مرد که خب دیگه من اونا رو تکرار نمی کنم. امیدوارم شما علاقمندان این بحث ها رو همطوری دنبال کنید که بعد ربط این موضوعات رو خودتون حفظ کنید، ولی هر دفعه باید برگردیم یه مقداری از مطالب دفعه گذشته رو بگیم و این فرصت محدودی که ما داریم این اجازه رو به ما نمیده. و بعدم اون جاهایی که شما در گفته ما نقص میبینید، کمبودی میبینید، همیشه باز من این رو عرض کردم خودتون پر کنید. تمام تلاش من اینه در این سالهایی که بیش از 40 ساله لااقل شوقم و علاقم اینه که شماها و ماها هممون به قرآن علاقمند بشیم و خودمون در قرآن تحقیق کنیم، نگاه کنیم، مطالعه کنیم تا دیگه کسی ما رو گول نزنه، تا دیگه دین تقلیدی نداشته باشیم، تا دیگه دوچار این گرفتاری ها نشیم. همین. ولی اینم که به شما میگن قرآن باید یه نمیدونم کیا براتون معنی کنه، قرآن برای ناسه. همیشه من این رو عرض کردم، قرآن خودشم میگن کتاب هدایت برای مردمه.
از مردم هم نه نژاد، نه رنگ، نه ملیت، نه ایرانی، نه عربه، برای مردمه، برای بشریت. people به قول باز اینها people، همه مردم، زن، مرد، جوان، پیر، در هر عصر و نسلی. کتاب های پیشین رو هم تصدیق میکنه. بنابراین شما وقتی قرآن رو میخونید، مثل که تورات رو خوندید، انجیل رو خوندید، نمیدونم اوستا رو خوندید، همه این کتاب هایی که همه کسانی که برای آدمیت، عرض کردم دین برای آدم شدن آدمه، رابطه انسان و خداست برای خدایگونه شدن آدمه، برای که آدم قدر و ارزش و منزلت خودشو بدونه. در شب قدر این کتاب نازل شد تا انسان حدود و قدر و قدرت و همه اون چیزایی که در معنی قدر میگن بر انسان که تنها موجودی است بر این سطح کره زمین، لااقل تا اونجایی که ما میدونیم، که عقل داره، شعور داره و با این عقل و شعور آزادش میتونه مطیع خداوند باشه، میتونه اطاعت کنه، میتونه عصیان کنه. اینا دیگه مقدمات تکراریه و این یه حرمتی است، این یه حرمتی است، یه احترامی است، یه وقاری است، یه شخصیتی است، یه ایندیپندنسی به قول مشهور که خداوند به ما داده و در ازاش همین مسئولیتی رو خواسته که اون مسئولیت رو نهایتاً خود او برای ما ارزیابی میکنه و حساب و کتابمون با اوست. ان علینا حسابهم ثم ان علینا چه میگن، خداوند میگه که شما نهایتاً رجوعتون به ماست و حساب و کتابتون هم با ما هست. هیچ کس دیگه، هیچ کدوم از پیغمبرها برای قضاوت ما نیامدن تا چه رسن به این کسانی که مدعی، عرض کنم حضورتون، که حاکمیت بر جان و مال و ناموس مردمن و مثل که از آخر شروع کردیم این دفعه. به هر حال در دنباله اون صحبتایی که میکردیم، در یکی از اون مواردی که باز مربوط به زوجیت این زن و مرد میشه، راجع به ترکیب این زن و مرد میشه، راجع به همکاری طول عمر این زن و مرد میشه، مسئله ازدواج بود که من براتون صحبت کردم. اون مسئله ازدواج موقت رو دیدید که به چه وضعی براتون از همین قرآن توضیح دادم. همچی چیزی نیست، وجود نداره و اون چیزی که در این مذهب شرک و گورپرستی و نمیدونم خودپرستی به خصوص در کشور ما ایران مرسومه، این مذهب کفر و شرک برای خودشون این چیزها رو درست کردن که هیچ ربطی به قرآن نداره و جز اینکه در واقع متاع دکون خودشون رو بخوان بفروشن و یه نوع رشوه خواری و چه بگم سرکیسه کردن مردم و زندگی های انگلی خودشون رو بگذرونن، مبنای قرآنی و مبنای اسلامی نداره. خداوند در هدف ازدواج و در اون چه بگم مال ریشه های خاستگاه این علاقه زن و مرد در سوره روم، سوره 30 قرآن هست، اگر اشتباه نکنم آیه 22 یا 23 هست، که باز در احترام به این موجود زن و مرد، در احترام به آدم، که باز من دیگه زن و مرد بحث نمی کنم، صحبت نمی کنم، بعد از اینکه از نشانه های خودش این سوره روم اگه نگاه بکنید، حدود یک صفحه از این سوره رو آیات مختلفش خداوند به خودش اشاره میکنه، میگه من آیاتهی، از نشانه های خداوند، از نشانه های خداوند. حالا من میرم اتفاقا همین آیات رو براتون از قرآن میخونم که ببینید در متن قرآن. این سوره روم صفحه 30، مثلا میخوام سوره 30، حالا صفحه قرآنتون ممکنه هر صفحه‌ای باشه، حدود صفحه های 400 قرآنه. درباره تسبیح خداوند میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 17 فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. هر چیزی در این هستی هست تسبیح خداوند رو میگه، شامگاهان و صبحگاهان. یعنی چی؟ یعنی در تمام ایام، در تمام زمان آنچه در هستی هست در مدار خودش، به جای خودش، در حرکت خودش، در تنظیم اون هارمونی که خداوند خلقت کرده در حرکتن. و این صباحت، به این شناوری و این منزه دانستن خداوند به ترجمه فارسی در واقع کاریست که اینا دارن میکنن. من وقتی به این صفحه طواف خانه خدا نگاه میکنم میبینم که 365 روز و شب در هر لحظه
در همین حالی که ما خواب و بیدار هستیم، این مرتب این مردم دارن، این پیپل، این جناس دارن در این طور خانه توحید، این سنگی که قراره که سنگ بنای ره یافتن باشه، سنگ بنای توحید باشه، مردم دارن طواف میکنن، طواف عشق، پاک و پاکیزه و شسته، و این مدام یه تسبیح آدمیه به نظر من. وله الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون. باز ببینید همون آیه رو با یه شکل دیگری، حمد و سپاس، این تسبیح، این سپاس خداوند، شکر خداوند، یعنی انجام اون چیزی که در زندگی، اون چیزی که خدا از ما انتظار داره. از بشر یه نوع انتظار داره، از کوه، دشت و دره انتظارشون یک انتظار فطری است بدون خطا و اشتباه. له الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون. باز ببینید عشیا، عشا از همون شب میاد، تظهرون دل روز میاد. باز هم میگه که این شکر و سپاس در اون چه در زمین ها و در زمین و آسمان ها هست، در مسیر تسبیحشون شکر میکنن. شکر یعنی شناخت نعمت خداوند. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یکی از چه بگم زیباترین، والاترین، بالاترین هنر خداوند که خلقتش هست و مرگ و میر هست که فقط به دست اوست و نه کسی دیگه اشاره میکنه. اینا آیه های من نظر من میگن آیه های کلیدی قرآن. اگر ما فقط به همین ها متوجه و چه بگم متفکر باشیم، همه چی برامون سهل و ساده است درک و فهمش. زندگی و مرگ به دست خداونده و این مرگ و زندگی فقط برای آدم نیست. هر چیزی در این هستی هر لحظه مرتب در حال تحول و تحویل، مرتب در حال ریمادلینگه. منتها ما حرکت کوه‌ها و رودها و دره‌ها رو نمیبینیم، یعنی به چشم ما نمیان، چون حرکت اونها در زمانهای جغرافیایی است، نه در زمانهای نجومی است، نه زمانی که با ساعت و عرض کنم که روز و شب ما قابل شمارشه. و یحیی الارض بعد موتها. این زمین مرده رو خداوند زنده میکنه. این مقدمات میخونم که ببینید در وسط این آیات خداوند از چی صحبت میکنه. تمام این هستی و خلقت رو خداوند، ما که نمیدونیم برای چی آفریده، میگه برای عبادت، میگه برای معرفت، برای خرد، برای دانش، همه اینا شامل حاله. به خود خدا میگه ما همه این ارض مهاد بشر قرار علم یجعل الارض مهادا، ما این زمین رو برای شما این گهواره هستی رو خداوند برای رشد این انسان، چه واقعا چه موجود والایی رو خلق کرده که به خودش هم تبریک گفته. حالا ما باش چه کار میکنیم اون دیگه به دست خود ماست، به اراده خود ماست، به عقل ماست، ولی خداوند میگه ما اینو براتون این زمین مرده رو برای شما زنده میکنیم. هر لحظه ما از این زمین تغذیه میکنیم و حیات میگیریم. و کذالک تخرجون. تعجب نکنید. پس ببینید دنیا و آخرت و قیامت و اینا خیلی راحت قابل فهمه. همونطوری که از این زمین خلق شدید، همونطوری که از این گل خلق شدید اومدید در این زمین فرو میرید و از همین زمین هم برخواهید خواست. مثل هر نباتی که در زمستان خوش میشه و برگ و میوه‌اش میریزه، دوباره در بهار میبینید که زنده میشه و بزرگ چه میگن رشد میکنه و گل میده و شکوفا میشه. اینا دیگه غیر قابل انکار نیست. منتها باید چش داشت و دید. حالا و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. باز شما از همین گل، از این خاک خلق شدید. دوباره اشاره میکنه و حالا اون آیه است که من روش تکیه دارم در این جلسه، در این کلاس. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. از این خاک خلق شدید و منتشر شدید در همه جای عالم. انسان ها به اشکال مختلف، به رنگ های مختلف، به زبان های مختلف، در یک چیز، در یک صفت، در یک کیفیت که انسانن، همه نواختن، همه یکی هستن. این وحدت خداوند وحدت آدمی است. این توحید خداوند توحید آدمی است. ما همه از یک خمیرمایه، اینا رو بحث کردیم دیگه، دوباره صحبت نمی کنم. و من آیاته
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از نفس خودتون. یادتون میاد از نفس واحده که آیه سوره چی بود؟ آیه اول سوره همین زن، سوره نساء بود. از همین نفس، از همون خمیر مایه خودتون ما زوجتون رو این خودش از نشانه‌های خداوند است که من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، زوج شما رو. این زوجیت اساس خلقته، این زوجیت لازمه زندگی طبیعی فطری یک انسانه. ببین اگه ما اینا رو بفهمیم دیگه به اختیار خودمون نیستیم که نمیدونم تنها زندگی کنیم و خودمون تصمیم بگیریم که آیا باید زوج داشته باشیم. دفعه پیش من بحث فیزیولوژیشو براتون کردم، بحث خلقتی رو که خداوند در قرآن داره میکنه، بحث اون نیاز فیزیولوژی، بحث اون خاصیت حیاتی که در حرکت و تغذیه و تولید مثل از نظر بیولوژی براتون صحبت کردم. اینجا خداوند در فرمول کلی خلقت با خلقت آدم زوجش رو در اختیارش قرار میده. حالا معلوم هم نیست کدومشون اول و دوم اومده، عرض کردم اینا رو بحث نکنید. راجع به این که انسان تنها، اون اولین انسان، نوعیت انسان با زوجش در کنار هم، برای چی؟ این از آیات و نشانه‌های خداونده. لتسکنوا الیها، برای که همدیگر رو تسکین بدن. این خیلی جالبه. مگر اینا چی بودن که تسکین بدن؟ لازمه باز تسکین اگر سکونت بگیرید، آرامش بگیرید، نمیدونم معانی دیگرشو بگیرید، هم معانی کلیشو بگیرید، بتونن ساکن بشن در این زندگی، چه بگن، رشد کنن، تولید مثل کنن، تکثیر کنن، هم نیازهای فطریشون رو، همون کششهای فطریشون رو جواب بدن مثل هر موجود زنده دیگری. همین که با هم دوست باشن، تکمیل مکمل هم باشن، چه بگم دوست هم باشن، همسر هم باشن، همسر هم باشن. حالا انشا نمیخوایم صحبت کنیم، فقط میخوایم بگیم در کامپلمنت هم دیگه باشن. یک زن به تنهایی موجود سالم و زنده ای نیست و یک مرد هم به تنهایی موجود سالم و زنده ای نیست و ترکیب اینها و تلفیق اینها و رفاقت اینها و مشارکت اینها و دوستی اینها از آیات و نشانه‌های خداونده. بعد ببین چقدر زیبا میگه وجعل بینکم مودة و رحمه. این عشق و این گذشت رو، این رحمت رو خداوند در فطرت و خلقت ما گذاشته. در سراسر این قرآن شما یک بار لغت عشق رو نمیبینید. اون چه در قرآن معادل با عشق است حب است. حب، ان الله یحب المتقین. حب زیاد در قرآن اومده و میبینید. تحقیق کنید ببینید این کلمات در کجا. یحب المؤمنین، یحب المتقین. خداوند این دوست داشتن حب، دوست داشتن است که دیگه به خاطره نیست. معنی این لاوی که ما مصرف میکنیم نیست. I love you because. وقتی میگیم تو رو دوست دارم به خاطر اینکه ما اون خاطر رو دوست داریم. وقتی خاطر رو برمیداریم دیگه دوستی وجود نداره. این معنی حب نیست. اتفاقا این لغت رو در زبان انگلیسی هم خود همین ها از فکر میکنم از همین لغت عربی گرفته باشن. میگن هابی، اتفاقا با تشدید هم میگن هوب، HOBBY. در واقع همون هوبی یعنی اون کاری که من با تمام وجودم یک کشش و یک لذت و یک جوی درونی، یک خوشحالی درونی از انجامش دارم. این شغل نیست، این وظیفه نیست، این برای رعایت دیگران نیست، این برای چه بگم توجه دیگران نیست. اون کاری که آدم روی حب میکنه، هابی میکنه، این همون ریشه حب قرآنی است. خداوندم مؤمنین رو اینطور دوست داره. در روابط زن و شوهر و در روابط عاطفی و چه بگم تشریکی شراکتی یک زن و شوهر همین حب وجود داره، نه این لاو چشم و ابرو، نه پوست صورت و نمیدونم رنگ مو. حالا باز میترسم یه جای دیگه برم. اینا چیز نیستن، اینا اون معنی لاو نیست. لاو اینجا به معنی اون حب و دوست داشتن. خداوند ریشش و تخمش و دانش و سیدش رو به قول مشهور در وجود و فطرت هر انسانی کاشته. و جعل بینکم مودة و رحمه. و چقدر زیباییست، با عشق شروع میشه. مودت اون دوستی عمیق به رحمت و بخشش و گذشت. ای کاش اینا رو میفهمیدیم، ای کاش اینا رو برای ما میگفتن، ای کاش ما اینا رو میخوندیم. چرا باز اونا بگن و میدیدیم در قرآن که ریشه های این
وصلت ها ای کاش بر مبنای مودت و رحمت بود، نه بر مبنای این چیزایی که خودتون بهتر میدونید، حالا وقتتون رو زیاد نمیگیرم. و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینها یه نشانه هایی هست برای اون کسانی که کلاس قرآن و تفکر در قرآن، برای اون کسانی که فکر بکنن. حالا من نمیدونم این روابطی که متاسفانه شما نگاه کنید در این زندگی های چه میگم چگونگی ازدواجایی که صورت میگیره، حالا ماها که دیگه سنی هر که همه ما اینایی که پدر بودن و ازدواج هم کردن اونا، شما برگردید ببینید شروع آشنایی ها چطوری بوده. این تصمیمی که برای زوج شدنه، حالا شاید همین بدم نباشه همینجا این بحث رو بشکافیم، این تصمیمی که مهمترین تصمیم زندگی هر کسی است. ما متولد میشیم بدون اینکه بخوایم و میمیریم و از این دنیا میریم بدون اینکه باز بخوایم. نه آمدنمون رو درش تصمیمی داشتیم، نه رفتنمون رو تصمیمی درش داریم و تاریخش رو میتونیم معین کنیم، شکلش رو حتی میتونیم معین بکنیم. در طول تمام این فاصله حیات و مرگ بزرگترین تصمیمی که یه انسان، چه زن چه مرد، باز ببینیم بحث زن و مرد نمی کنیم، این تصمیمی که یه انسان میخواد با یه انسان دیگه زندگی بکنه و روی اراده خودش باید باشه، شما نگاه کنید ببینید چه عوامل دیگه و چه فاکتورهای دیگه درش دخیل بوده. اصلا انتخابا بر چه مبنایی بوده، بر چه اساسی بوده، آشنایی ها و چه شکلی بوده، چه کسانی. اغلب اینایی که شما خب همه اونایی که خب حالا این مرحله رو گذروندن میدونن، یا یه کسی معرفی کرده، یا همسایه‌ای تعریف کرده، یا نمیدونم پدری زور کرده، مادری نمیدونم پیشنهاد کرده. اون چیزی که اغلب در کار نبوده اراده های خود طرفی بوده که قرار بوده زوج بشن. اصلا آشناییاشون به شما ببینید در چه حدی بوده. شما نگاه کنید یه جفت کفش نفر میخواد بخره، نمیخوام تحقیر کنم خدای نکرده، میخوام تحبیب کنم، یه لباس میخواد بخره، از چند مغازه، از چند فروشگاه، از چند نمیدونم فلان، جنسشو، کارخانهشو، مدلشو، سازندهشو فلان. یه انسان میخواد باید معذرت میخوام یه انسانی میخواد انتخاب کنه که با این انسان که از جنس خودش نیست، نمیدونم آشنایی نداره، خواصش و ترکیبش و نمیدونم روحیش و عاطفه‌ش و همه اینها مغایر که چه عرض کنم، باز بگم بذار همون لغت مکمل رو بگم، ولی متفاوت با اون چه مرد چه زن هست. اینا چه مدت آشنایی، چه مدت دوستی، چه مدت شناخت، چه مدت مطالعه، کدوم راهنما، چه چیزی رو انتخاب کردن که این دفعه پیش عرض کردم برای روندن یه ماشین در سطح خیابون آیین‌نامه میخونیم، نمیدونم تمرین رانندگی میریم، امتحان و آزمایش میدیم، ولی برای روندن یه زندگی، برای شروع یه زندگی هیچ کلاسی، هیچ پیش کلاسی، هیچی وجود نداره. خب نتیجهش هم همین میشه که خب مرتب میبینیم دیگه. گفت اول آشناییمون حرفا چه عاشقانه بود، یا همین چند روز چند ماه اول و حالا اگر طول بکشه یکی دو سال اول بعد از اینکه همدیگرش بعدم فکر میکنن مسئله تمام شده است. این است که میبینید اختلافات شروع میشه، چیزایی که به خیال خودشون فکر میکردن مهم نیست، همون چیزایی که مهم نبود بیشتر از اون چیزایی که مهم بود رشد کرد و نتیجتاً اختلافات و نزاع‌ها و یا یه زندگی پردردسر مشقتوار، چه بگم همون چیزایی که خود دردناکی رو بازم شاید به خاطر حرف مردم یا نمیدونم به خاطر فلان، ما به خاطر بچه ها، به خاطر همه اون خاطرهایی که متاسفانه به حساب میاد و هیچ کدومش در مسئولیت و چه میگم نقش انسانی من تأثیر نداره، همه اینا باز بازیگر میشن. حالا یا به طلاق میکشونه یا نمیدونم جدایی میکشونه، به این چیزایی که حسابشون نمیکردن. آخر شما نگاه کنید ببینید اینا، آیا اینا چیزایی هست که باز هنوز ما بایستی مثل 10 قرن پیش فکر کنیم؟ هنوز باید قبیله‌ای فکر کنیم؟ هنوز فقط به کالچر و به رنگ و اونم نمیدونم چیزای ظاهری؟ شما نگاه کنید حالا باز برای که پرحرفی زیادی نکرده باشیم، به این آگهی هایی که به این چیزایی که خودشون مینویسن برای معرفی خودشون در این لااقل در این عصر تکنولوژی ما، در این سایت هایی که حالا دیگه شوهریابی و زنیابی هم شده متاسفانه از این جهات، 4 تا صفت طول قدشون و رنگ موشون و رنگ چشمشون و نمیدونم هیکلشون معرفی میکنن. اینا هست برای که
یه زن و مردی هم. رنگ چشم مهمه یا دید مهمه، رنگ پوست مهمه یا چه بگم درون پوست مهمه آخر. حالا اینا درد که چه هست، اینا مسئله است دیگه، اینا مسئله است. ما چه کانونهایی درست کردیم برای، آخه اگه میخوایم زندگی کنیم، زندگی که دانشگاه رفتن و دفعه پیش هم باز براتون عرض کردم تحصیل کردن و چه میگم مدرک گرفتن نیست که. همه این کارا رو ما میکنیم برای مهیا کردن وسایل زندگی، اما خود اصل زندگی رو فراموش میکنیم. تمام تلاشمون، حالا باز موعظه شروع شد روی این بچه‌هامونه که من همش A+ بگیرند و من شاگرد اول بشن و نمیدونم موفق باشن در تحصیلشون. خب بله بسیار عالی، خداوند توفیق بیشتر هم بده، افتخارم هستن واقعا این جوانای ما. ولی از درس زندگی چی؟ چقدر اینا ایندیپندنس، معذرت میخوام ایندیپندنس چی بگم، متکی به خود و اعتماد به خود و سکیوریتی و زندگی کردن، اینا رو یاد گرفتن. در کجا تمرین کردن؟ کجا کانون هایی بوده که این، حالا لااقل در کالچرهای دیگه باز ما میبینیم که اینا واقعا تلاش میکنن، واقعا کوشش میکنن. من واقعا متاسفم برای جامعه، حالا نمیگم فارسی زبان، اصولا مسلمان ها ما چه نوع کانون هایی داریم. میگن حدود 700-800 هزار نفر ایرانی فقط تو همین چه میگن لس آنجلس اریا هست، اینجا رو میگن ایرانجلس یا نمیدونم تهرانجلس فلان، در سراسر دنیا. حالا که دیگه چه میگم به برکت این انقلاب یا حرکتی که شده مردم هم پخش و پلا شدن که اصلا خانواده های یکی استرالیاست، منم خواهر فلانجاست، قبلا تو شهرستان بودن حالا متفرق شدن، اصلا هیچی، همه از هم در داغون. ولی برای همینایی که در گرد همه، لااقل از نظر زبان و ملیت و قومیت و کالچر و همه چیزایی که باز این قدم بهش اهمیت میدن، چه کاری کردیم برای که این زنده بمونه؟ یعنی زنده نه زنده خرافی. اگر یه جایی هم یه اتاقی هم گرفتیم به عنوان متاسفانه عبادتگاه، باز همون ادا اطفاری که توی اون مملکت 500 سال پیش که چه از کنم همین امروز هم داره به صورت نوحه‌خوانی و عزاداری و سینه زنی و لااقل فقط غم زنیشو من ندیدم اینجا، به اینا در اومده. وقت چه محصولی ما از اینجا میخوایم تحویل بدیم؟ چه دختر و پسر جوانی رو میخوایم در اینجا تربیت کنیم که اینا آماده بشن بعدم برن یه زندگی رو شروع کنن در یه کالچر دیگه، در یه محیط دیگه، در یه اصلا نمیدونم متوجه عرضم میشید؟ آیا خود این بزرگترین تلاش زندگی نیست؟ من واقعا این جوانان رو میبینم که بسیار جوانان چه بگم تحصیل کرده، بسیار انسانهای از نظر اون امور تحصیلیشون موفق، ولی وقتی که درباره سایر امور زندگی از اینا سوال میکنی، اصلا مثل که فقط فوکوسشون تمام زندگیشون این بود که این مدرکه رو بگیرن که حالا بعدم برن لیبر یه جای دیگه، لابد یه جای استخدام بشن، یه حقوق بگیرن، بعد یه خونه درست کنن. خونه که توش محبت نیست، خونه که توش زن نیست، خونه که توش شوهر نیست، شبم بیاد در رو خودش باز کن و بعد رو خودش ببند و بعد 40 سالش بشه اصلا معنی و مفهوم عشق و محبت و تقسیم اون عواطف براش وجود نداشته باشه. اینا درد دل نیست، اینا درده. قرآن باید درد ما رو درست کنه، به درد گورستان نمیخوره. مودت و رحمت خداوند در شما گذاشته برای که جفت بشید، برای که زوج بشید. معیار انتخابیتون نباید این معیارهای سطحی و نمیدونم رنگ پوست و مو چشم و ابرو باشه. معیار انتخابی رو باز هم تصادفی نیست. سایرین نباید، اگر اجازه میدیم سایرین برامون تصمیم میگیرن، نتیجهش هم همین میشه که میشه دیگه. بعدم مسئولشون یه عده میشن که خود اونا 20 سال 30 سال این زن و شوهر با هم زندگی میکنن، در هر پله و در هر مرحله‌ای که اینا بایستی کوشش میکردن تا همدیگر رو بشناسن. یعنی عشق با اون شروع وصل شدنشون، بناییست که باید بسازن، ترکیبیست که باید با هم دیگه همکاری کنن، نه اینکه اول عاشق بشن بعد ازدواج کنن. اصلا همچه چیزی وجود نداره. اصلا این چیزی که به عنوان مچینگ و نمیدونم اینا درست میکنن و حرف میزنن غیر قابل، اصلا قابل تصورم نیست. ممکنه یه مردی با اون آرزویی که
به خیال خودش و موجودی که در مغزش و در خیالش میپرورون برسه و به خیال خودش به هدفش رسیده باشه، آیا باید از اون طرف مقابل، از اون زن هم سوال کرد که او هم رسیده، یا معکوسش اون زن رسیده باشه آیا این مرد هم رسیده؟ به عبارت دیگه به نظر من اغلب که چه عرض کنم، بدون استثناء اون چیزایی که ما به عنوان حتی ازدواج‌های موفق میذاریم، در شروعش اینا هیچ مچینگ کاملی در کار نبوده. امکان نداره یه همچه چیزی، حالا این لغت مچینگ هم نمیدونم ترجمه چی میشه، به هم بخونن. من باید شروع کنن، بعدم میگن کامپرومایز کنن زن و شوهر. چی رو کامپرومایز؟ من ببین وقت آخر وقتم رسیدم، نمیدونم چقدر مریم خانم، مثل این که یه 10 دقیقه وقت دارم نیست، نمیدونم، به هر حال سعی میکنم اینو جمع بندیش کنم. میگن کامپرومایز باید کرد. چی رو کامپرومایز باید کرد؟ کامپرومایز کردن یعنی نهفتن اون چیزی که آرزوت بود، میلت بود، اونو بیان نکنی، یا مخالفتی که نمیخوای اظهار کنی تا این روابط پیش هم بمونه. همین روش میکنه، همون چیز کوچولویی که به نظر خودت مهم نبود، چه در مرد چه در زن فرق نمیکنه، بعد روش میکنه، 10 سال طول میکشه، 15 سال، 20 سال، 30 سال طول میکشه، بعد متاسفانه میبینید که همون چیزی که اون کامپرومایز نباید کرد، کامپریهند باید کرد، باید فهمید، باید درک کرد، باید مشکل حل کرد. من یه وقتی میگفتم در این کلاسی که به عنوان پریمریتال به جوونا داشتم صحبت میکردم، میگفتم شما اولین ازدواج یه قرارداده، یه پیمانه، شما فقط یه پیمانه. زن و مردی که با هم مزدوج میشن، حالا میخواد نمیدونم عربی بخونین، فارسی بخونین، هر چی میخواد، یه قول اینا به هم میدن که با هم زندگی کنن، از هم تکر کنن به قول مشهور، بعدم با هم اولش هم میگن با هم بمیریم، که انشالله خیلی اینطوری باشه. این قول رو باید شما محترم بدونید، این قول رو باید روش کار کرد. اگر اشتباهی کردی، اگر شما فکر میکنید طرف اشتباه کرده، شوهرت اشتباه کرده یا خانمت اشتباه کرده، کاری همونجا بهش تذکر بدید، بگید این حرفو. شاید شما اشتباه کردید، فکر میکنید او اشتباه کرده و مسئله حل خواهد شد. من یه دفعه اصلا نشد اون چی که امروز میخواستم براتون بگم واقعا بگم. این اختلافات رو باید حل کرد. مبنای انتخاب، شما نمیتونید این جوان‌ها رو همینطور ول کنید. کجا میخوان برن همدیگه رو پیدا کنن؟ تو کاباره؟ تو کجا میخوان اینا برن؟ کدوم کلاس‌ها، کدوم کانون‌هایی رو ما درست کردیم برای اینها؟ کدوم کلاس نمیدونم آشنایی برای اینا درست کردیم؟ یا حالا نمیدونم، میتونم گریزم بذارم در همین لس آنجلس سالها پیش به همت یه عده‌ای که اون رو هم همین دردارو داشتن، اومدن یه جایی هم ساختن، و باز نمیخوام اشاره خاص بکنم، در میان این صدها هزار نفر، نه یک باز من نمیگم مسجد، کانون فرهنگی، یه جا اونجا که معلومه دیگه هنوز هم باید برن شیر برنج بپزن و آشول زرد بپزن و یا حسین یا حسن روش بنویسن و بعدم برن همون ادا اطوارایی که خودتون میدونن دارن. این جایی که این جوانی که از این دانشگاه اینجا داره در میاد بیرون، این جوان شما کجا با میتش آشنا کردین؟ کجا دست اینا رو و صورت اینا رو چه میگم در مقابل هم قرار دادید؟ کجا فرصت به اینا دادید که اینا فرصت شناخت بیشتر داشته باشن؟ یه جایی هم که درست میکنین که باز فردا دوباره تبدیل به همون روزه خونی و نمیدونم دعاخونی و سینه زنی و نوه خونی میشه، که آخه واقعا این شرم. در این خیابونی که من زندگی میکنم و واقعا شبای جمعه من در چرچ کلاس قرآن میذارم، در چرچ، در حالی که 20 سال پیش 15 سال پیش چرچ رفتیم، باز حالا گرز میزنم، جایی رو خریدیم به عنوان کانون فرهنگی برای اشاعه فرهنگ قرآن، برای همین که این جوانا با هم آشنا بشن، برای که اونها مقدمات و آمادگی های این حرفا رو پیدا کنن. باز هم تبدیل شده به همین، متاسفانه. چون میدونید، چون تفکر اونه، فکر اونه، راه اونه، ما عادت نکردیم. وقت تو این خیابون 5 تا چرچ در کنار هم، این اغراق نیست. آدرس هم میتونم بهتون بدم. من در اروایند خیابون آلتون چرچ 5می هر شب جمعه من دارم قرآن درس میگم. تو چرچ من دارم قرآن درس میگم. اونا برای ما راحت تر ما رو میپذیرن، جای دیگه من ندارم که برم. قرآن اونجا در و این چرچ ها در کنار هم مکاتب مختلف هستن در همون مسیحیت.
هیچ کدوم مزاحم همدیگه نیستن. این تو سر اون نمیزنه، اون تو سر اون یکی نمیده. یه دونه نمیدونم ورهاوس رو میکنن به نام مسجد، یعنی من آموزشگاه، برید ببینید توش چه خبره. یا خورد و ریز و پخت و پز و از این حرفاست. اصلا صحبتی از این درد مردم نیست. مسائل اجتماعی مردم مطرح نخواهد شد. قرآن برای حل کردن مسئله روز ماست، مسئله جوان و پیر و زن و مرد و خرد و کلان ماست. قرآن کتاب هدایت. عرض کردم در این سفره‌های عقد و ازدواج میرن یه قرآن میذارن اونجا. من نمیدونم برای چیه، برای جست؟ نه، این نبود. پدران ما، بزرگان ما، نسل‌های پیش از ما وقتی اینها قرآن رو میخوندن و به بلوغ رسیده بودن، قرآن رو کامل کرده بودن. نتیجتاً وقتی بر سفره عقد نشستن، پیمان ازدواجشون بر مبنای باور قرآنی بود. حالا یه قرآن خیلی مجلد، نمیدونم مجللی، اما وسط به عنوان جست تو سفره عقد میذارن. نه پسره میتونه یه سطر فارسیش هم دارم میگم، نمیخوام عربیشو بگم، بخونه. من برای چی گذاشته اینجا؟ برای اصلا این سفره اینجا چی کار میکنه اصلا؟ این برای محکم کردن اون پیمان تنها نبود، برای این بود که اگر اینا ایرادی داشتن، اشکالی داشتن، به اون برگردن. من به بچهای خودم میگم نصیحت که چه از کنم، وصیت میکنم که شما پیمانتون رو بر قرار رضای خداوند ببندید، چون اگر رضای خداوند مطرح باشه، اون وقت هر دوتون بندگی خدا رو میکنید، نه بندگی یکدیگر. اطاعت همدیگر رو بکنید، قربون هم برید، دوست هم باشید، ولی سعیتون به این باشه که نهایت اون هدف زندگیتون از یاد نره، نهایت اون چیزی که شما براش ترکیب میشید، جفت میشید، از بین نره. این جوانی و این نمیدونم رومانس ها و این چیزا همه از بین خواهد رفت. طوری باشه که اون لحظه آخرای اون سالهایی که پیر میشید و دیگه اون چین و چروکا و نمیدونم اون ظواهر شکلشو عوض میکنه، باز هم عاشق هم باشید، بهتر. اون وقت اونجا عشق معنی پیدا میکنه. یکی دو دقیقه که فرصت دارم، من باز یه چیز دیگه هم اینجا براتون عرض که من نمیدونم چرا مثلا حتما پسرها باید برن خواستگاری مردا، نه زنها، معذرت میخوام، چرا زنها همچه حقی ندارن؟ میگن محمد صلی الله علیه و آله اسوه حسنه بود. اگه اسوه حسنه بود، زنش خودش رفت داوطلب شد، این شوهر انتخاب کرد. کجای این؟ حالا میگن نه این تحقیر نمیزن اگه خودش بخواد بره. باز ببینید بر مبنای همون فکر غلط و تحقیری، نه، باز این دوست داشتن نه از هیکل بابا خوشش اومدن، به شرطی که بر مبنای شناخت و معرفت باشه. خود چه اشکالی داره؟ اصل آشنایی باید بر مبنای شناخت باشه، نه بر مبنای ثروت و بله خانواده موثره، بله تعلیم و تربیت موثره، بله ایژوکیشن موثره، ولی اینها برای شروع کار، برای انتخاب، برای اون که میخوان بعدن اینا با هم زندگی کنند و ادامه بدند و هزار و یه جور مشکل، شرایط عوض میشه، موانع و چیزایی که مجموعه ملغمه زندگی رو درست میکنه، باید برای اون ورزش کنن. مثل دو تا ورزشکاری که اون که رفته کوهنوردی باید برای کوهنوردی خودش آماده کنه، ولی اون کسی که داره رو دوشک داره توی کشتی میگیره یه جور دیگه آمادگی برای خودش پیدا میکنه. این بحث رو انشالله ادامه میدیم. میبینم حالا مریم خانم نازنینم گفت چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، مثل که از وقت من تجاوز کردم. ببینید ما این مشکلات رو باید حل کنیم، بچه‌مون رو به بهترین دانشگاه بفرستیم و یا خودمون نمیدونم شب و روز حصیر پاره کنیم تو مساجد، به درد نمیخوره به هیچ جا. این ادامه همون کالچر متاسفانه نگلیجنس هست، چی میگن، فراموشی هست. نمیتونیم ما چشممون رو ببندیم و بعد اینا رو ببینیم. خب این بچه اگر واقعا در همون تفکرات بخواد برای خودش میت انتخاب کنه، با همان شیوه ها بخواد انتخاب کنه، یا مایوس میشه 30-40 سالش شده، حالا بعداً عوارضش رو براتون خواهم گفت، اصلا فکر زوج شدن، فکر میت پیدا کردن نیستن و خود این درد بزرگی است. از خدا میخوام که به ما فهم بده که قرآن رو بفهمیم و شهامت بده. حالا قرآنی که عرض میکنم گایدنس، به هر چیزی معتقدیم، به هر چیزی که معتقدیم، به انسانیت، به احترام، به وقار، به چه بگم اون ارتباط بر مبنای معرفت آدم ها بین هم، حالا بین زن و شوهر میخواد باشه، بین دو تا دوست میخواد باشه، بین کارگر و کارفرما میخواد باشه، این احترام و این وقاری که خداوند مرتب در این آیات حالا دنبالش داره برای ما میگه، اینا رو با هم رعایت کنیم، تو اونها دنیا پر از صلح و صفا و آشتی و آرامش و بیجنگی خواهد بود.
اگر ما رو دارن تربیت میکنن، شب و روز تو مخمون فرو میکنن که یه عده دیگه میخوان برای ما شیوه زندگیمون رو معین کنن، یه عده دیگه میخوان آخرت ما رو تعیین کنن، یه آدما یه روزی از یه جا به شکل مسیح و نمیدونم به شکل حالا باز بگم فلان در میان میخوان بیار ما نجات بدن، زهی تأسف. از خدا میخوام که شاد باشید، سالم باشید و به قرآن برگردید، به وقار و زندگی بر مبنای هدایت خداوند برگردیم و از این مخمسه هایی که خودمون رو دچار کردیم انشالله خلاصی بیابیم. با تشکر مجدد از همکار فنی خانم مریم خانم و مؤسسین این رسانه که ما رو عرض کردم کمک میکنن که در کنار شما باشیم، شما رو به خدا میسپارم. شاد باشید، به امید دیدار در هفته آینده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء